بینندگان گرامی، درودهای گرم و صمیمانه مرا پذیرا باشید. در یکی دیگه از ویژه برنامه‌های مختص به انقلاب سراسری مردم ایران بر علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه چندین موضوع را می‌خوایم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. لذا می‌خوایم از مهمان ارجمندی دعوت کنیم در این برنامه ما را همراهی فرمایند. رفیق پروانه بوکا، عضو پارلمان آلمان و عضو حزب چپ آلمان و همچنین عضو حزب کمونیست ایران هستند. ایشون پیشتر هم در برنامه‌های ما حضور پیدا کردن و معرف حضور شما بینندگان گرامی هستند و قطعاً از بحث‌هایی که امشب ارائه داده خواهد شد نهایت استفاده رو خواهیم. خانم پروانه بوکا، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. درود بر شما. منم سلام میکنم خدمت شما و عزیزانی که برنامه رو میبینن. بسیار خرسندم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم و شما رو در این برنامه میبینم. خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. سپاسگزارم. اگه موافق باشید من ابتدا میخوام این موضوع رو بحث کنم که میخوام برنامه رو به دو بخش تقسیم کنم. بخش اول برنامه رو اختصاص میدم به یک موضوع اعتصاب 3 روزه کارگران رسمی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، همچنین قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی موضوع دومی هست که البته عواقب سیاسی و اقتصادیش هم مورد بررسی قرار میدیم و بحث دوم رو که در نیم ساعت دوم هست، همون گونه که مستحضر هستید برنامه ما 1 ساعته، پس نیم ساعت اولش رو به این بحث اختصاص میدیم و نیم ساعت بعدیش رو هم اختصاص میدیم به 2 تا موضوعی که در اخبار این چند روز گذشته اومده. یکی در مورد گردش مالی هست که رژیم استفاده میکنه از اون تحت عنوان فیلتر شکن و ارائه فیلتر شکن هایی که مخابرات ایران به مشترکین میده، گردش بسیار بالایی هست و با اون چیزی که عموما عنوان میشه در مورد فیلترینگ یه خورده تضاد و تناقض داره. موضوع بعدی هم حذف بودجه اختصاص داده شده به معلولین هستش که در بودجه سال آینده این موضوع رو هم دولت ابراهیم رئیسی حذف کرده. در این بابت هم اگه موافق باشید صحبت کنیم. خواهش میکنم. حتما صحبت میکنیم. منتها من در رابطه با اینترنت زیاد اطلاعات دقیقی ندارم. بهتره که موضوعا رو طوری تقسیم بکنیم چون من دانشش ندارم. نه تخصصی نیستش. بله خانم بوکا، اصلا تخصصی نیست. بحث سوء استفاده‌ایه که رژیم داره از این موضوع میبره و قطعا میتونید در این زمینه ما را همراهی کنید. پس میرم سراغ موضوع اول برنامه. میخوام ارزیابیتون رو در مورد امروز دومین روز بوده، یعنی طبق فراخوانی که از پیش دادن روز گذشته واحدهای بسیاری از صنایع نفت و گاز در سراسر ایران به این اعتصابات پیوستن. میخواستم بدونم ارزیابی شما در مورد گستردگی این اعتصابات چگونه هست؟ بله. ببینید ما قبلا یه پیشبینی هایی کرده بودیم که طی این 126 روز بالاخره کارگران و نهادهای کارگری باید با همدیگه میشستن، صحبت میکردن و به نتایجی میرسیدن که بتونن وارد اعتصاب بشن. یعنی همینطوری نبود که مثلا بشینن نهادهاشون بگن خب حالا ما اعتصاب میکنیم یا نمیکنیم. اینها باید حتما با هم دیگه بحث میکردن ببینن آیا براشون مفید هست که به این جنبش سراسری بپیوندن، چه به شکل اعتصاب چه به شکل اعتراض. چون مدل های مختلفی الان هست توی این نهادهایی که ما میبینیم، اصلویه، شیراز، آقاجاری، پالایشگاه فجر، بعد آبادان، جزیره خاک، خشم و اینها همه با همدیگه یک اطلاعیه سراسری دادن. این به نظر من یکی از پیروزی های این انقلاب زن زندگی آزادیه که ما 2 ماه پیش شاهد این بودیم که مثلا فلان کارخونه
در اعتصاب شرکت کرده بود یا در اعتراضات شرکت کرده بود، ولی بعد دیگه هیچی ازشون نمیشنیدیم چون تحت فشارهای شدید نیروهای انتظامی و یا شاید هم سپاه پاسداران قرار میگرفتن، ولی در اصل سازمان‌های امنیتی با اینها وارد درگیری میشدن، خیلی هاشون هم دستگیر میکردن، یواشکی دم در خونه هاشون میگرفتنشون. الان این اطلاعیه سراسری کارگران و کارکنان نفت به عنوان شورای هماهنگی و همبستگی به نظر من یک گام بسیار بسیار مهم، ارزنده و تعیین کننده در این انقلاب جدید. نسبت به دفعه‌های پیش خانم بوکا آیا وسعتش رو بیشتر می‌بینید؟ چشم انداز مثبت‌تری ازش نسبت به اعتصابات پیشین؟ بله به نظر من یک پیروزیه. اصلا شما تصور بکنید حداقل بیش از 30-40 مرکز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، اینها همه با هم دیگه باید وارد گفتگو می شدن، با هم وارد اتحاد عمل می شدن، باید مسائلشون رو مطرح می کردن و نکات مشترک پیدا می کردن. این خیلی مهمه. وقتی که شما توی بحث ها میخوای شرکت بکنی باید هم کارکنان رو قانع بکنی که به این اعتراض و اعتصاب بپیوندن، هم اون بندهایی رو که آوردن، بعد هم بندهایی رو مطرح کردن که حتی اگر این انقلاب سراسری کمی شل بشه یا عقب نشینی داشته باشه، خواسته های اینها خواسته های بسیار بجا، به حق و از همه عرض کردم مهمتر اینه که سراسری و دست جمعیه. یعنی تمام این نهادها با همدیگه حرف زدن، تمام این کارخونه ها که خودشون شوراهای مرکزی خودشون دارن، در کنار شوراهای اسلامی که توی این صنایع نفت وجود داره، از کنار اینها بتونی شما عبور کنی و با هم متحد بشی، حرف بزنی، اطلاعیه صادر کنی، اصلا به نظر من یک جهش خیلی خیلی بزرگیه. یک، در جنبش کارگری ما، دو، در پشتیبانی از این انقلاب سراسری. خواسته هاشون هم این نیستش که ما در این انقلاب میخوایم شرکت کنیم، بلکه خواسته هایی رو مطرح کردن که رژیم از برخورد به این خواسته ها کاملا فلجه، مثلا نمیتونه انجام بده. یعنی به نظر شما توانایی برآورده کردن مطالبات کارگران رو نداره؟ نه خیر. شما تصور بکنید در ارگان‌های و یا شرکت‌ها و صنایع نفت ما بیش از 160,000 انسان هستن که اونجا کار میکنن، از کارگران و کارکنان. حالا من این آماری که الان عرض کردم این خیلی هم دقیق نیست، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم. خب خواسته هایی که داشتن اینه که امکانات رفاهی رو فراهم بکنید برای 30-40 مرکز صنعتی. شما بخوای امکانات رفاهی فراهم بکنی، حتی در دولتی که مثل دولت جمهوری اسلامی هم انقدر آدم کش نباشه، بسیار سخته فراهم آوردن فقط تأمین خدمات برای این نهادهای اقتصادی. بسیار دشواره و زمان میبره. یک. دو، خواسته های دیگه شون اینه که ما زیر خط، خیلی هایی که در این صنایع کار میکنن زیر خط فقر هستن. یعنی چی؟ یعنی در افزایش دستمزد. رژیم حاضر نیست این کار رو بکنه. در صورتی که ماه دسامبر که میشه دی ماه ما و ماه ژانویه، الان توی ماهی که ما الان هستیم، تقریبا از 2 ماه گذشته به این طرف فروش نفت ایران که صادر شده روزانه 1.14 میلیون بارل بوده که هر بارل هم 159 لیتره. یعنی اصلا این صادراتی رو که انجام داده در مقایسه با گذشته بی نهایت اضافه بوده، زیاد بوده. خب دولت رئیسی ادعا داره که اتفاقا فروش نفتش برخلاف تحریم ها و فشارهای بین المللی افزایش پیدا کرده. درست یعنی گفته. توانایی درآمدزاییش بالا رفته. خب درآمدش بالا رفته. کجا رفته این درآمد؟ پولش رو که بهش نمیدن.
اگر به کشورهای برسونه، مثلا بزرگترین خریدارش الان چینه، با چین وارد قراردادهای شده که اگر بخواد پولش رو از طریق مراکز پولی مثل بانک، مثل مرکز پول وارد ایران بکنه، که خب باید الان ارزی که وارد ایران بشه مثل ارز طلایی باید باشه که نیست. میبینید که شما قیمت ارز نه تنها پایین نیامده بلکه دوباره بالاتر رفت. پس این پول ارز یا پول نفت کجاست؟ همه این پولها در بانک‌های و مراکز مالی خوابیده که دست امریکا روشه و اجازه نمیده این پولها رد شن. جمهوری اسلامی یک سری کارهای سیاهی هم انجام میده، به قول خودشون خاکستری، و این شماره حساب‌های متعدد باز میکنن و این پولا خورده ریز به شماره حساب‌های رهبریت، اشخاص نامعین، نوه فلانی، پسرخاله فلانی، شماره حسابایی که توی بانک‌ها باز کردن و این پولا میرن اون تو. یعنی پول وارد ایران نمیشه. شما ببینید این همه نفت که اینا فروختن، اگر فقط ماه دسامبر رو شما روزانش رو حساب بکنید، یعنی ظرف 30 روز دسامبر فقط نفتی که اینا فروختن الان میشه نصف ایران رو آباد بکنی. میتونست دستمزد کارگران رو افزایش بده، نه فقط کارگران صنایع نفت رو بلکه بقیه کارگران رو. قول‌هایی که داده بود به بازنشستگان که ما مقدار بازنشستگی رو درصدی بالا میبریم، نکرده. به معلمان حقوق نداده، خیلی ها رو بیکار کرده. الان خودتونم شما فرمودین که بودجه معلولین رو هم که قطع کرده. یعنی چی؟ یعنی تمام این نفتی که داره میفروشه پولش وارد ایران نمیشه به شکل ارز، ممکنه به شکل کالا وارد بشه که خب میاد و باز هم دست مراکز تجاری هستش که این کالاها میرسه به اونجا و با قیمت بسیار گزاف فروخته میشه و باز دوباره این پول کجا میره؟ پول توی بانک‌های ایران نیست، پول در بانک‌های خارج از ایرانه، مثل دبی، مثل کشورهایی رو که اینها باشون روابط اقتصادی دارن، اندونزی به خصوص. اینجاها اینا شماره حساب‌های بانک، البته بانک‌های زیادی هم نیستن، مثلا یکیش که بانکی که خیلی معروف و مؤثره بانک دویچه بانک آلمانه. اینها همه در این خرید و فروش‌ها با هم دیگه معاملات دارن و با حساب‌های کوچیکی که باز کردن به نام نوه و پسرخاله و دختر دایی و فلان این حرفا. بعد این پولا بیرون از ایران، حالا امریکا و برخی از کشورهای اروپایی تحریم کردن. چه نفعی به نفع، چه ثمری داشت این تحریما؟ خود دولت ایران هم میگه، بیرون هم میگن، یعنی کشورهای دستن در کار این تحریم ها مثلا آلمان، مثل فرانسه، اینا خودشون هم میگن ما تحریم میکنیم تأثیری نداره. حالا اینا چرا این تحریم ها تأثیر نمیذاره؟ میتونیم بهش بعد بپردازیم اگه مایل است. حتما به این موضوع هم میپردازیم. در طی این یک هفته گذشته قطعی مدام گاز داشتیم، مشکلات زیادی برای مردم، به خصوص در اون چیزی که آمار خود رژیم میگه بیش از 20 استان کشور و خصوصا استانایی که همجوار با مرز ترکمنستان هستن، مثل خراسان شمالی، خراسان رضوی و پایینترش خراسان جنوبی، اینا بیشترین تاثیر رو پذیرفتن. چقدر این اعتصابات کارگری رو مؤثر میدونید در این زمینه و یا نه اصولا برمیگرده به عدم سرمایه گذاری، جلب سرمایه برای توسعه صنایع و نوسازی کردن اونها؟ ببینید این اعتصاباتی که کارگران الان کردن، این در رژیم ممکنه بخواد به شکل تلویحی به مردم بگه اینا اعتصاب کردن خب شما دیگه سوخت دریافت نمی‌کنید. این غلطه، اینجوری نیست. چون این سوخت ها از چندین ماه گذشته به مخازن استان‌های مختلف ارسال شده. حالا چرا این سوخت، ما با کمبود سوخت مواجه شدیم؟ این عدم رسیدگی به ابزار آلاتیه که این سوخت رو برسونه به دست مردم. بی کفایتی و عدم مدیریت سوخت رو ما امسال نیست که داریم، سالهای گذشته هم داشتیم. ولی به این شدت نبوده. به این شدت نبوده، برای اینکه رژیم الان
شدیداً متمرکز رو اینه که تمام منابع زیرزمینی رو بفروشه که تبدیل به پول کنه، چون خودش متوجه شده که باید جمع کنه و بره. خب اینا رو باید تبدیل به پول بکنه. پولی رو هم که تبدیل بکنه با داخل ایران نمیتونه نگه داره، چون به محض اینکه انقلاب صورت بگیره تمام این حسابا مسدود میشه تا بهش رسیدگی بشه. پس باید پول بیرون بمونه. خب اولا که این پولهای عظیمه، یعنی میلیاردیه، اینها در بانک ها میمانه و کلی به نفع بانک های خارجی هست که تقریبا در حال ورشکستگی بودن. توی خود مناسبات اروپا رو نگاه بکنید، خیلی از بانک ها شکل گرفتن، تشکیل شدن، ورشکسته شدن، رفتن، چون بقیه بانک های بزرگ اونا رو خریدن و رفتن. به هر رو شرایط کنونی، یعنی اعتصاب کارگران که تازه چند روزه اتفاق افتاده، نمیتونه ربط به این داشته باشه که ما الان بیش از 10-15 روزه که سوخت و مناطق سرد استانهای سردمون اصلا نمیتونیم سوخت برسونیم. نرسوندنش هم به دلیل اینه که خب براشون مهم نیست، میگه خب ندارن که ندارن، ما از این طرف میفروشیم پولشو گیرمون میاد. بدهکاری به دولت ترکمنستان و چی؟ خب بالاخره نمیشه از خوزستان هزینه برداره براش. انتقال این حجم گاز به استانهای شمال شرقی عملاً به صرفه نیست تا اون جایی که مسافت تعیین میکنه از ترکمنستان نزدیکتره. در طی سالهای گذشته هم همین کارو کرده. شما گفتی تحریم ها اثر نداره. خب شاید یکی از دلایل همین باشه، چون توان انتقال پول رو گرفتن از رژیم. واسه همینه که برای مثلا بدهی هایی هم که کره جنوبی به ایران داشت نمیتونست، پول بود در حساب اما عملا نمیتونست منتقل بکنه. بله، خب این اجازه رو تحریم های آمریکا به خصوص به چند بانک مهمی که دستن در کار انتقال پولای کلان هستن اون رو تحریم کرده، تحت اختیار خودش گرفته. مثلا ونزوئلا هم نمیتونه به حساباش دست پیدا کنه، اونم میفروشه ولی پول نمیتونه بگیره. کوبا هم همین وضعیت رو داره. هر کشوری رو که امریکا تحریم میکنه، این اولین کاری که میکنه اینها نمیتونن به حساباشون دست بزنن. افغانستان هم الان همین مشکل رو داره. افغانستان هم تمام پولهای کمک مالی که به دولت افغانستان میشه اینها توی حسابهای بانکهای بیرون از افغانستانه و افغانستان رو تحت فشار گذاشتن، میگن اگه این کمک‌های مالی رو میخوای باید 1 2 3 4 این کارا رو برای ما انجام بدی و دولت طالبان مثلا میگه نمیکنم یا نکرده یا امکانش رو هنوز نداره. ولی به هر رو بانک ها تحت کنترل این تحریم ها هستن، یعنی پول نمیتونه وارد بشه اما کالا وارد میشه. شما الان برید توی بازارهای داخل ایران میتونید کالا بخرید منتها به قیمت بسیار بسیار گزاف. یا مثلا لوله کشی و نمیدونم دیوار خونه مردم ریخته پایین، اینها همه تأمین هست، میتونه شما در بازارهای ایران تهیه بکنی ولی با قیمت‌های بسیار بسیار گزاف. مسئله انتقال انرژی از استان خوزستان به بقیه جاها اتفاق افتاده، تا به حالم صورت گرفته. اینجور نیستش که مثلا از خوزستان به استان خراسان جنوبی یا شمالی تا به حال سوخت نرسیده، میرسه. منتها اینها الان متوجه شدن که باید این سوخت‌ها رو تبدیل بکنن به، اولا من مراکز نگهداری که اصلا بلد نیستن، نداشتن، ندارن، در نتیجه اینا رو باید منتقل کنن. بعد اومدن چندین سال پیش، 10-15 سال پیش لوله کشی های گاز کردن که گازها از طریق لوله ها برسه. خب چرا الان اینا نمیرسه؟ ما که فروش خوبی داریم. پس یه جایی، یه سوراخی هست که اینها رو پر داره میکنه و اینها حسابهای بانکی خودشونه در جاهای دیگه. یعنی عموما شما دلیلشو همون فساد ساختاری در خود سیستم میدونید، درسته؟ فساد ساختاری الان نه، الان دزدیه، اختلاسه، دزدی مطلقه. یعنی تمام این بشکه‌هایی رو که فروختن، بشکه‌های نفتی رو که فروختن،
این همین الان فروختن این پولش کجاست؟ این سوالیه که باید از اقتصاددانان بزرگ شاید کرد، ولی من به شکل خیلی ساده میگم وقتی که شما یک چیزی رو داری میفروشی پولش باید وارد صندوق بشه دیگه. این صندوق چرا خالیه؟ از پولش یه جای دیگری رفته، به یک جای دیگه منتقل شده. پس رژیم رو چه چیزی، رو چه مبنایی بودجه‌ش رو بسته برای سال آینده؟ الان ما کارگرای رسمی رو داریم. قبلا اگه کارگرای پیمانی می اومدن اعتراض میکردن میگفتن خب وضعیتشون خیلی متفاوته با کارگران رسمی، اونا و کارگران رسمی وضعیتشون بهتر بود. اما الان صدای اینام در اومده، یعنی بدجوری هم صداشون در اومده، بیانیه‌های بسیار شدید و لحنی هم بیرون میدن که واقعا التیماتوم آخر رو به رژیم دادن. خب تو این وضعیت رژیم رو چه چیزی داره حساب باز میکنه؟ یعنی چه جوری میخواد حدود 10-12 تا از مطالبات اساسی این کارگران رو برآورده کنه؟ خب نمیتونه بکنه. سالیان سال خواستن، رژیم انجام نداده. شما تاریخ جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، این همه اعتراضات، این همه کشت و کشتاری که انجام شده، نه الان، چندی پیش. ما سال گذشته و توی سال کرونا مسئله مهم معلمین و بازنشستگان رو داشتیم. رژیم اینها ماها اعتراض کردن توی سرما گرما، بازنشستگی های بسیار کم که حتی بازنشستگان زن و مرد باید برن کار کنن تا حداقل اجاره جایی که توی زندگی میکنن رو بپردازن. خب یعنی جمهوری اسلامی اصلا قصد اینو نداره که به جامعه بپردازه، به خواسته های مردم توجه بکنه، رسیدگی بکنه. مثلا قصدش این نیست. قصدشون اینه که هر چی تو این مملکت در میارن برزن تو حسابهای شخصیشون. شما نگاه کنید حساب فلان کسک در بانک لندن، در بانک اندونزی، در بانک آلمان، در بانک یورو، دلار، میلیونی و میلیاردی. خب اینها خیلی پوله. شما با حتی یک حسابی که این آقایون برای خودشون یا خانوم ها درست کردن توی خارج از کشور، با یه دونه از این حساب ها میتونید یک شهرک رو آباد بکنید، میتونید تمام شهرک رو نوسازی کنید، در دیوار، لوله کشی، امکانات خدماتیش رو همه رو میتونید درست بکنید، تلفن، اینترنت همه میشه بدید. اگر یک دولت مردمی باشه، اینا اصلا مردمی نیستن، هرگز نبودن. از اولم که آمدن قصدشون همین بود که نابود بکنن، از بین ببرن. حالا مثلا میگن 4 تا اتوبان هم ساختن. من اخبار تصادفات اتوبان ها هم که نگاه میکنم میبینم در مقایسه با بقیه کشورها که اتوبان های جدیدن میسازن، قتل به کشته شدن و قتل این آدم هایی که با ماشین توی این پیچی که میپیچه، پیچ مثلا باید نمیدونم، البته متخصص اینا نیستم، ولی میبینی که ماشین داره میپیچه، از تو پرت میشه تو پرتگاه. یعنی این پیچ علمی نیست، یه چیزی درست کردن، زیرخاکش رو درست نکردن، سنگریزش داره، اتوبان افتاده پایین، مردم افتادن با ماشیناشون پایین، اتوبوس افتاده پایین، بچه‌ها از بین رفتن. یعنی عملاً کشور رو اینها اداره نکردن، آباد و آبادانی نیاوردن، یه چیزهای سطحی رو درست کردن. میشم ادعا میتونم بکنم مثل رژیم پهلوی هم خیلی از این ادعا میکرد که من این کارا رو کردم که ما یعنی داریم مملکت رو میسازیم. ولی شما میبینید تمام پولهای شما، این پولهای کلان، یک قرون دوزار واقعا نیست، شماره حسابهای کلان این پولها رو بردن بیرون، در بانک ها گذاشتن. خب برای بانک های جهانی این ارقام نفس عمیق به این بانک ها میده. اصلا برای خب این دولت‌های اروپایی چی خانم بوکا؟ دولت‌های اروپایی ادعا میکنن که برای حمایت از این خیزش سراسری این پول‌ها بلوکه شده در حساب‌های بانکی که در اروپا هست. تا چه اندازه؟ به نفع بانک هست. شما یعنی مسئولین جمهوری اسلامی الان دسترسی بهش ندارن دیگه؟ نداره، احتیاج هم نداره آخه، چون خرید و فروش بیرون نمیکنه، احتیاج نداره. الان به این پولا احتیاج نداره، بعد احتیاج داره. بعدی که بخواد فرار بکنه از مملکت بیاد بیرون،
باید بتونه دسترسی پیدا کنه به این حسابا. به همین دلیل توی مناسباتشون که با کشورهای دیگه، با کشورهای اروپایی و یا انگلستان دارن صحبت میکنن، خود همین انگلیسی‌ها، خود همین آلمانی‌ها به اینها یاد دادن، در اسپانیا یاد دادن که الان برو یه شماره حساب برای خانمت باز کن، یه شماره حساب برای 90 باز کن. کسی کنترل اینجا نمیکنه اونجوری که سخت. خود اینها که دلال‌های مالی هستن کمک میکنن به این آدم‌ها. شما الان در کشور به خصوص اسپانیا که الان بهشتشونه، حساب‌های باز کردن به نام‌های نوه نتیجه، یه نام‌های خیلی عجیب و غریب، و این پول‌ها رو منتقل میکنن از این حساب به اون. مثلا اصلا اینها الان اینجا متخصص دارن توی خارج از کشور، به خصوص توی آلمان افرادی هستن که این کارها رو برای اینا انجام میدن، کارهای مالیشون میکنن، خونه براشون میخرن. بسیاری از شهرک‌ها رو خریدن، میخرن، اجاره میدن و شماره حسابایی درست میشه که کسی نمیتونه کنترلش بکنه. من خیلی دقیق در رابطه با یک ساختمانی که خریده شده، بیش از 20 آپارتمان توشه، اینا رفتن خریدن. حالا دعواش که به گوش ماها رسید به خاطر این بود که صاحبش یکی از این حزب اللهیا بوده یا بسیجی بوده که گفته کسانی که توی ساختمون میخوان بیان بشینن باید همه حجاب اسلامی داشته باشن، که این خیلی سر صدا کرد تو روزنامه‌ها. بعد معلوم شد که اصلا این بسیجی جمهوری اسلامی بوده، اومده اینجا اقامت گرفته، پاسپورتش هم داره، پولی هم که با خودش آورده رفته ساختمان خرید. از این کارا اینا زیاد میکنن و این اجاره‌ای که از همین ساختمان الان میگیره خرج زندگیشو در میاره، احتیاج به چیز دیگه‌ای نداره. پولهای کلانشون رو اینها برای خرید و فروش‌های بزرگ که بدون کنترل از مرزهای آزاد شمال ایران، جنوب ایران بتونن این کالاها رو وارد ایران بکنن و باز سوداوری و سوداوری روی سوداوری داشته باشن. و الا خانم بوکا، بحث اینه که خب رژیمی که تو سراشیبی سقوطه، خب این دارایی هم که اینا بردن مشروع نیست، اینا دارایی مردمه، دزدیدن، اختلاس کردن، سال هاست، 43 سال رژیم داره این کارو میکنه. پیشترش هم زن و بچه هاشون رو قبل اینکه خودشون برن فرستادن. طبق آماری که دادن 5000 آقازاده تو آمریکا، 4000 تا تو انگلیس، دیگه تو آلمان و بقیه کشورها بمانند. خب مردم باید چی کار بکنن؟ الان بحث تحریم سپاه پاسداران پیش اومده. خب بسیاری از این پروژه‌هایی که شما عنوان کردید در دست قرارگاه خاتم الانبیا بوده، اونا اجرا کردن، پول‌های کلانی از قبل این پروژه ها به تاراج بردن و چیزی هم که تحویل دادن فاقد کیفیت بوده. خب سپاه پاسداران وقتی میره تو چنین لیستی چه امیدی برای مردم باقی میگذاره که با توجه به این چیزی که شما گفتید، اموالی که تو حساب نوه نتیجه زن فرزند اینا هست، بتونه دست مردم بیاد دوباره؟ چیکار باید بکنه؟ از راه ما ببینید چندین مدل، مثلا برای همین سرمایه‌داری جهانی زیاد علاقه به انقلاب کشورهای دیگه نداره. خود سرمایه جهانی خودش برای خودش بدیل درست میکنه، اسمشو میذاره چنج و میکنه این کار. ما بسیار از کشورها رو میشناسیم که این چنج ها رو توش انجام دادن. خب حالا توی این موقعیت وقتی که مراحل چنج اتفاق میفته، یعنی شما دیگه در روابط اقتصادی و مالی تغییری به وجود نمیاد. یعنی مثلا این پول هایی که توی خارج از کشور هست اتفاقی براش نمیفته، تنها از یک کانال هست، اونم انقلابه. وقتی انقلاب مردمی اتفاق میفته، یعنی انقلابی که مردم خودشون از پایین انجام میدن دادن، این پول ها همه موارد معامله با این کشورها میشه. مثلا بعد از انقلاب کسانی که میخوان با کشورهای دیگه، ما اینجور که نیست که بگیم نه با هیچ که قرارداد نمیبندیم همه جا تعطیله، نه، باید به اینها بگیم اموالی که مسدود کردید رو باید برگردید، اینا مال ملته. یعنی اینها رو بکنیم شرط قرارداد با کشورها بعد از اینکه انقلاب اتفاق افتاد. قراردادی که مثلا 25 سال با چین بسته شده، این فقط در انقلابی که باطل میشه. این خصلت این قرارداد هاست، قراردادهای میان کشوری، بین المللی.
ولی اگر این چنج ها اتفاق بیفته، مثلا منو بردارن شما رو بذارن سر کار، یعنی همه چی حساب کتاب از بالا اتفاق افتاده، شما رو برمی‌دارن منو میذارن، من یک کراوات میزنم، شما مثلا نمیدونم حجاب نداریم، خب دیگه تموم شد دیگه شد. از این چنجا خیلی اتفاق افتاد. بهار عرب این چنجاست که هنوز که شما میبینید مردم در بدبختی مطلق به سر میبرن. یا خود اوکراین 2014 بهش میگفتن انقلاب نارنجی. اینها خیلی سعی کردن یه انقلاب سبز میخواستن تو ایران را بندازن که خوشبختانه موفق نشدن. یعنی ما فقط میتونیم دسترسی پیدا بکنیم به این اموال که در خارج مسدود تحریمه. بعد که میخوایم انقلابمون رو سامان بدیم، شروع کنیم به تشکیل یک حکومتی که مردمی است، باید با این کشورها تماس بگیریم که میگیریم، منابعمون هم میفروشیم که میفروشیم، ولی قراردادها باید قراردادهایی باشن که هم ما منافع ببریم هم اونها. یعنی ما قراردادهای برابر لازم داریم و این رو باید توی صحبت‌هایی که در بین همین الان حتی با کشورهای دیگه انجام میدیم باید به اینها منتقل کنیم که ما اینجوری نیستش که مثلا اگر یک حکومت دموکرات سوسیالیست بیاد سر کار مثلا با شما دیگه کار نداریم. چرا؟ با آمریکا هم قرارداد میبندیم، با اروپا هم میبندیم، با روسیه و چین، با همه جا قرارداد میبندیم، منتها مشروط به این که حقوق برابر داشته باشیم. ما مثلا منابعمون رو تمام دریای خزر رو نمیدیم برای مثلا 5 تا ماهی نمیدونم خاویار. نه اینجوری نیست. باید تکلیف روشن باشه، باید حق و حقوق مردم رعایت بشه و به خاطر همین نیاز به یک انقلاب مردمی داریم. باید مردم بیان سر کار که بدونن در این شرکت ها، در این کارخونه ها چه اتفاقی افتاده. خانم بوکا، یکی از بینندگان ما پرسشی مطرح کردن راجع به همین تامین بودجه. ایشون پرسیدن که خب پولایی که بلوکه شده دست رژیم نمیاد، خب رژیم از چه منابعی میخواد این بودجهش رو تامین بکنه؟ بودجه‌ای که الان اعلام کرده؟ بله، برای سال 1400. برای سال آینده. این پول که هست توی مملکت، اینجوری نیست که اصلا پول نیست. یه بودجه همیشه ما میدونیم که رژیم ظرف این 40 و چند سال با کمبود بودجه مواجه شده. همیشه کمبود داشته. یعنی دست میبره برای چاپ مجدد پول اگه دسترسی به ارز خارجی نداره. یکی از کارهایی که در سالهای گذشته انجام داده معمولا چاپ مداوم پول بوده. خب همین این غیر رسمیه. موجب شده. بله. چاپ اسکناس در ایران بر اساس پشتوانه طلایی که ما داریم دیگه نیست، بر اساس مقدار ارزیه که داریم. برای همین چاپ اسکناس میکنه ولی پشتوانه نداره. برای همین ارزش پول ایران همینطور به شکل دائم در حال ریزشه. یعنی شما منابع درآمدش رو از کجا میاره خانم بوکا؟ بحث اینه که الان ما تو ردیف بودجه‌ای که ابراهیم رئیسی تحویل مجلس داده 30%، حدود 30 و خورده، نزدیک 40% سپاه پاسداران رشد بودجه‌ای داشته، ارتش به همین منوال، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی به همین منوال. یعنی رئیسی یا وعده پوشت به نیروهای سرکوبگر خودش هم داده، بله، یا واقعا ناامید از تأمین بودجه. ببینید ما همونطور که عرض کردم ما هم هر ساله با کمبود بودجه مواجه بودیم. یعنی این تشخیصی که دولت میده برای تأمین بودجه مملکت، اگر ما خود مرکزی که این بودجه رو تأمین بکنه بذاریم این پهلو، بذاریم 2 به علاوه 2 4، الان اینجوریه دیگه. ما بودجه رو اعلام کردیم، رو کاغذ اعلام شده که با مخارج ما خانا نیست. افزایش قیمت کالاها که سرسام آوره، و اینو کی میخواد تامین کنه؟ دستمزدها، ما بیش از 58 میلیون انسان داریم که زیر فقر زندگی میکنن. زیر فقر نه مثلا 2-3%، زیر فقر 50%. و اگر این بودجه‌ای که اینها در نظر گرفتن و ادعا میکنن روی کاغذ آوردن، اگر این واقعی باشه، باید ما این مشکلات دیگه نداشته باشیم توی این مملکت. یعنی در واقع منظور من اینه که وقتی ما نمیدونیم این بودجه هست نیست، فقط روی کاغذ 4 تا رقم نوشتن، اگر این درست باشه پس این وره
چیز معادله ما باید درست باشه دیگه، باید با هم بخونه. پس ما نمیدونیم این بودجه هست یا نه، چون من حداقل خودم مطلع نیستم که الان در بانک مرکزی چقدر پول هست، من نمیدونم. الان بس اینه خانم بوکا که 20% اضافه حقوق برای هم بازنشستگان و هم کارگران تصویب کرده. اون چیزی که عنوان کرده، ادعایی که دولت رئیسی داشته اینه که هیچ کارگر و بازنشسته نباید کمتر از نزدیک به 7 میلیون 6 و 300 400 کمتر از اون مقدار بگیره. خب همین مقدار هم وقتی ما در نظر میگیریم نسبت به اون خط فقری که علنا تو جامعه میبینیم تفاوت بسیار زیادی داره. این 20% هم که نسبت به سال قبلش که حدود 5 و خورده ای بود داره اضافه میکنه، خب نداره بیاره. نه. خب چی کار باید بکنن؟ این کارگری که الان میاد تو صحنه اعتراض میکنه، الان ما کارگر رسمی رو داریم، آیا امیدی میبینید که مثلا کارگرای پیمانی، قراردادی، ارکان ثالث، بخشای دیگه اینا هم بیان در کنار کارگران رسمی قرار بگیرن؟ عرض کردم که شرکت کارگران از بخش‌های مختلف، کارکنان، فروشنده ها، پرستارها، معلمین، اینها همه با هم دیگه وارد گفتگو میشن، با هم حرف میزنن. درست مثل همین شورای هماهنگی و همبستگی که تشکیل شده، اینا حالا با بقیه جا هم صحبت میکنن که بتونن یک اعتراض و یا اعتصاب سراسری تبدیل بشه. اما الان نمیشه. منتها برگردیم به اون سوالی که شما فرمودید که آیا جمهوری اسلامی این ادعایی رو که میکنه حتی با این 20% افزایش، ببینید 2.5 سال به بازنشسته ها قول داده بود 12% افزایش میدن، نکرد. این رو قول میده که مردم ساکت شن، بعد میرن همه خونه خیال میکنن مبارزه کردیم، 12% هم 12% گرفتیم یک چیزی رو، و بعد میرن خونه. باز دوباره ما همین چند وقت پیش بود قبل از همین خیزش شنیدیم که بازنشسته ها دوباره یک اطلاعیه دادن که بابا شما قول به ما دادید که افزایش بازنشستگی داریم، کو؟ نمیده. ببینید بیش از 60 نزدیک به 60 میلیون انسان تو این کشور زیر خط فقره. این فلاکتی که در جامعه وجود داره، بقیه این 20 میلیونی هم که شما میبینید واقعا با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه داشتن. کسانی بودن که حالا مثلا یه ارثی بهشون رسیده، اون یکی نمیدونم یه ماشینی داشته فروخته گفته جهنم دیگه ماشین نمیخوام. یعنی شما وقتی نگاه میکنید یک جامعه در چنین شرایط فقر وحشتناک به سر میبره، خب قولی که دولت میده حتی 20% اصلا الان پولم توی بودجهش باشه بده، باز هم 50% زیر خط فقر این 50-60 میلیون به سر میبرن. یعنی ما عملا دولتی رو داریم، من نمیتونم بگم که مدیریت ندارن، این هم آدم تحصیل کرده تو این مملکت وجود داشته، بهترین مدیرا رو اینا رفتن از نمیدونم آمریکا درس خوندن، انگلیس درس خوندن، آلمان درس خوندن، اینا میتونستن همه این مدیریت رو وارد مملکت کنن، منتها نمیکنن چون نمیخوان. اینجوری نیست که توانش رو ندارن. خیلی ها اینو میگن رژیم مدیریتش خوب نیست، پس یعنی ما اگه مدیرا رو عوض بکنیم وضعمون خوب میشه. به نظر من اینجوری نیست. ما با تعویض مدیر، با تعویض این وزیر رو برداریم بذاریم یه جای دیگه، کار درست نمیشه. برای اینکه این رژیم الان سالیان ساله خودش رو بر بنیان سرکوب نگه داشته. شما دهن تو باز میکنی دستگیر میشی. اصلا وقتی که میری تو خیابون به عنوان معلم اعتراض میکنی دستگیرت میکنه. یعنی مسئلهش رسیدگی به مشکلات جامعه نیست. شما هر گوشه ای از ایران رو بگیرید، هر گوشش رو، حتی زباله، در صورتی که این همه 40 خورده سال ما تحصیل کرده در خارج از ایران داریم که بلدن این تمام این کشورها مگه زباله ندارن؟ تو همین آلمان زبالهش با یک تکنیک خیلی مرتضی، ما اعتراض هم داریم تو اینجا، با یک تکنیکی این زباله ها رو جمع آوری میکنن. ولی تو ایران چیکار کردن؟ زباله ها رو میبرن میرزن یه گوشه‌ای، بعد این جمع میشه، رو هم دیگه بهش رسیدگی نمیشه، آلودگی هوا، نمیدونم آلودگی محیط زیست مردم، موش صحرایی به این بزرگی. یعنی چی؟ یعنی اینها تمایل ندارن مملکت رو اداره کنن. همین
نشون همین وضعیت خانم بکام، اون چیزی که ما میبینیم سپاه پاسداران عملاً 70-80% اقتصاد کشور رو در دست داره، یه گروه مافیایی، بخشایی از هیئت مؤتلفه باشون همکاری میکنن، اینا سود میبرن از اون تجارت. بله. خب بازار سیاه، بازار پولشویی را انداختن برای خودشون، کارتل را انداختن برای خودشون. خب اگه دولت قانون مدار، حاکمیت قانونی باشه ازشون بازخواست میکنه، اگه یه قوه قضایی مستقلی باشه اینا رو به سلابه میکشه، دادگاهی میکنه. خب این وضعیت به نفعشونه. بریم سراغ بحث بعدی خانم بکا. نظرتون در مورد قرار گرفتن این خبری که امروز پخش شده، نمایندگان پارلمان اروپا اومدن سپاه با رأی اکثریت طی متمم، البته تفاوت این متمم با اون رأیگیری که فردا قرار انجام بشه چی؟ رأیگیری اتفاقا انجام شده. همین چند دقیقه پیش من توی تلویزیون دیدم که رأیگیری صورت گرفته، با اکثریت رأی سپاه پاسداران رو بردن در لیست تروریستان. مبارک باشه برای تمام کسانی که در استراسبورگ رفتند، تو سوز و سرما و باد و بارون ایستادن جلوی پارلمان اروپا و اعتراض کردن. دستشون درد نکن. ولی نتیجهش الان این تصویبی که پارلمان اروپا کرده باید بره به تمام این کشورهای عضو اروپا و اونها این بند تصویب شده رو ببرن توی قوانین خودشون. 5 سال طول میکشه، 2 سال طول میکشه، 6 ماه طول میکشه. این گونه حرکت ها که خیلی هم مردم واقعا زحمت خیلی زیادی کشیدن، اتوبوس و هواپیما و فلان این حرفا رو انداختن، ولی این اقدام بیشتر جنبه تبلیغات سیاسی داره. عرض کردم روندش این شکلیه. پارلمان اروپا یه قانونی تصویب میکنه، این رو باید، حالا طول میکشه تقریبا 3-4 ماه تا این نوشته بشه، پروتکل روش نوشته بشه، همین کارش انجام بشه. بعد میاد میره به پارلمان کشورها مثل آلمان، فرانسه، نمیدونم ایتالیا، که ایتالیا شدیداً مخالفشه، یا مثلا میره به هلند، میره اینجا آنجا، و اینها باید ببرن دوباره توی پارلمان خودشون، ببینن با قوانین خودشون، با منافع اقتصادی سیاسیشون میخونه، بعد اونجا دوباره تصویب بشه تا بعداً اجرا بشه. این رأیگیری فردا در پارلمان دیگه. رأیگیری شد 500 از 638 نماینده اکثریت رأی 598 رأی مثبت گرفت. یعنی این دیگه متممه در واقع این طرح، یعنی این طرح اصلی، رأیگیری اصلی قرار روز پنجشنبه انجام بگیره. تا اینجایی که من دیدم رأیگیری شد، یه تابلو رفت، رأی هم دادن بهش. عرض کردم این بله عنوان شده که این طرح رو متمم رو در واقع بیشتر نمایندگان محافظه‌کار هم در اتحادیه اروپا پیشنهاد کردن. نماینده های محافظه‌کار بهش پیوستن. طرح پیشنهادی رو در واقع امر محافظه‌کاران در گفتگو با بقیه نمایندگان سبز، سوسیال دموکرات، چپ، چون در پارلمان اروپا یک ائتلاف بزرگ تمام کشورهای اروپایی یک ائتلافی دارن به نام ائتلاف چپ که احزاب چپ کشورها همه با هم تو اونجا مؤتلف شدن، ولی اینها به تنهایی نمیتونستن اینو پیش ببرن. طرح رو آوردن، روش بحث شد. از نظر حقوق بشر بیشتر احزاب سبز و چپ و سوسیال دموکرات موافقش بودن و احزاب محافظه‌کار، اونطور که شما میگید و من میگم احزاب دست راستی، اینها هم مجبور شدن که به خاطر منافع خودشون هم که شده و تضعیف پارلمان اروپا، چون الان پارلمان اروپا درسته که رئیسش رو یک محافظه‌کار به عهده داره، ولی اینها توی دعواهای بین احزاب توی پارلمان ها
مادامی که محافظه‌کارا سر قدرت هستن، سوسیال دموکرات‌ها مخالفت میکنن و مرتب اپوزیسیونن و وقتی سوسیال دموکراتی میاد سر کار مرتب احزاب محافظه‌کار یا دست راستی اینها میشن اپوزیسیون. یعنی این بدبستان‌هایی که بین نمایندگان پارلمان‌ها خیلی خوب اجرا میشه و برگزار میشه، هم باش میشناسنش، اینطوری بگم. مثلا خب الان تبعاتش چیه خانم بوکا؟ تبعات سیاسی این تصمیم گیرم فردا اومدن رأی گیری اصلی انجام شد، رأی دادن، رسما سپاه پاسداران رفت توی لیست گروه‌های بین‌المللی تروریستی و تبعات سیاسیش برای جمهوری اسلامی چیه؟ بعد میریم سراغ تبعات اقتصادیش. بله، تبعات سیاسیش خب اینه که یه مقدار خب بی‌آبروییه، خیلی زشته برای یک ارگان نظامی یک کشور که جزء گروه تروریستی آورده میشه. از نظر سیاسی جالب نیست. حتی خود سپاه پاسداران هم شدیداً به ارائه خبر اعتراض کرده و اعتراض شدید کرده که ما بی پاسخ نمیگذاریم. منتها از نظر تبلیغات سیاسی خب این خود دل مردم رو قرص میکنه و یک چیز بسیار خطرناکی که توی این تحریم یا آوردن سپاه پاسداران در لیست تروریست هست که یه مقدار خطرناک میکنه موضوع رو، و اونم اینی که در گذشته ما دیدیم که آمریکا برای اینکه بتونه به عراق حمله بکنه نیروهای نظامیش رو وارد لیست تروریستی کرد و بعد گفت چون اینها تروریست هستن برای امنیت خود ما، برای امنیت کشورمون باید به اونجا حمله کنیم و حمله کردن. من از این زاویه مقدار دلنگرانی دارم که بهانه‌ای بده به دست امریکایی ها که به ایران حمله نظامی کنه. سپاه پاسداران همین حالا هم داره تهدید میکنه اروپا رو، کشورهای اتحادیه اروپا رو تهدید کرده. چه کار میکنه؟ یعنی اون طبق اون چیزی که شما میگید اگه عملی بکنه یکی از این تهدیداتشو با توجه به تحولاتی هم که در منطقه رخ داده، پروازهایی که مانورهای نظامی در واقع که آمریکا داره انجام میده، شبیه سازی هایی که برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با اسرائیل انجام داده یا با مانورهای وسیعی که با کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده، به قدرت رسیدن نتانیاهو به همین ترتیب. بله. این رو در اون راستا نمیبینید و رفتن به سوی جنگ رو نزدیکتر نمیبینید؟ خطر جنگ سالهاست ما رو تهدید میکنه، ولی فقط خطرشه. الان امریکا در این جنگی که با روسیه و یعنی آمریکا و اروپا متحدن علیه روسیه و جنگ روسیه علیه اوکراین برقرار شده، این یه مقدار حواس و مقدار نیرویی رو که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها بتونن در یک جنگ دیگری هم مشغول بشن رو تقریبا ناممکن میکنه. از این زاویه من فقط به عنوان خطر ازش اسم میبرم، نه اینکه احتمالی بدم مثلا درصدی رو اعلام بکنم که ممکن این اتفاق بیفته. به نظر من اگه یه خرابکاری انجام بده، یه بمبگذاری انجام بده، خب این خرابکاری ها رو اولا سپاه پاسداران خودش بسیار روابط خیلی به قول این وریا زیرابی زیاد داره. گروه داره توی پاکستان، گروه داره توی مجارستان، گروه داره توی اروپای شرقی، گروه داره توی هلند، توی آلمان، خیلی جاها گروه‌هایی رو داره، گروه‌های کوچیکویی داره که اینها میتونن کارهای نظامی انجام بدن توی این کشورها. مثلا چندی پیش در شهر کلن یک گروه 2-3 تا جوون ایرانی رو گرفتن که از قرار اینها مواد بمب‌های شیمیایی رو می‌خواستن درست بکنن و توی آلمان انفجار به وجود بیارن. داره این روابط رو، نه اینکه نداره. ولی خود سپاه پاسداران هم باید الان به این فکر باشه که اگر که دست به این اقدامات بزنم نتیجهش چه خواهد بود. نتیجهش برای سپاه پاسداران نتیجه مناسبی نخواهد بود. اولا که باید نیروش رو تقسیم بکنه توی ایران که بفرسته این طرف اون طرف که برن خرابکاری هایی رو انجام بدن.
اما من بیشتر از این تصویب این بردن سپاه پاسداران توی لیست تروریستا بیشتر از زاویه دیگه‌شه که دلنگران هستم. خود سپاه پاسداران وقتی در لیست تروریستی قرار بگیره، اولین کاری که اتفاق میفته خب حسابهای بانکی رو که افراد توی سپاه دارن. خود سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد در هیچ جای جهان نه بانکی داره، نه ساختمانی داره، نه مرکزی داره، نه ارگانی داره. خود نهاد مهم نیست. به همین دلیل بردن سپاه پاسداران در لیست تروریست ها به نظر من فقط بیشتر جنبه سیاسی داره تا نظامی. ولی خب این خطر رو که در قبل عرض کردم احساس می‌کردیم و انجام هم شده، به خصوص سر عراق، بعد سر افغانستان، اینا حضورشون به این دلیل بود که نیروهای تروریست در افغانستان جمع شدن، یه بمبم توی آمریکا منفجر کردن، به اون 2 تا ساختمون رو زدن. پس ما از آمریکا باید حرکت کنیم بریم افغانستان رو بگیریم، چون منافع امنیت ملیمون در خطر. یعنی یک تحلیل بسیار ابتدایی و آبکی، ولی این خطر وجود داره و ما به عنوان نیروهای اپوزیسیون باید بسیار بسیار هوشیار با این موضوع برخورد کنیم. بسیار هوشیار. امیدواریم، ما هم امیدواریم که به جنگ ختم نشه، چون جنگی که قرار اتفاق بیفته تنها بخش‌های نظامی نیست. طبق اون چیزی که برآورد کردن فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل در همون 24 تا 72 ساعت اولیه بیش از 1500 هدف و زیر ساختار هم، یعنی ایران رو میگردونن به 50 سال پیش. همه چی از بین میره و با توجه به وضعیت اقتصادی هم خیلی وضعیت بدتره. البته بحث عراق کاملا متفاوت خانم بوکا، چون عراق اصولا ارتشی داشت، ارتش هم یه سازمان مشخص بین‌المللیه، اما سپاه از روز اولش یه میلیشیا بوده، گروه تروریستی بوده، هیچ رسمیتی نداره. هرچند که در طی سالهای گذشته، چند سال گذشته، بحثایی در میان بیت رهبری و عموما جناح راست رژیم بوده که بخوان ادغام بکنن با ارتش. یعنی اینو چگونه میبینید اگه چنین تصمیمی رسمیت پیدا بکنه و رسما سپاه پاسداران در لیست تروریسم قرار گرفت، اگه رژیم بیاد در ارتش ادغام بکنه، راه گریزی براشون هست؟ ارتش ایران خب از همون بعد از انقلاب ارتشی بود که روش بودجه کمی روش گذاشتن، نذاشتن دوباره بازسازی بشه و تمام توانمندی نظامی رژیم رو دادن به سپاه. سپاه پاسداران فقط یک نهاد نظامی نیست و در این انقلاب زن زندگی آزادی هم هنوز سپاه با تمام قدرت و با تمام هیبتش شرکت نکرده. بیشتر نیروهای امنیتی هستن، بسیج هست که با مردم درگیر میشه. اما سپاه خودش الان مثل یک ارتش شبه ارتشی هست که شما این مدل رو در امریکا میبینی، در کشورهای آمریکای لاتین میتونی ببینی، در کشورهای آفریقایی میتونی ببینی. این نوع شبه نظامی رو ما در جاهای دیگه هم هست، به خصوص خیلی سازمان یافته و دقیق و درست در امریکاست. یه همچین نهاد نظامی اونجا هست که حتی نمایندگان پارلمانیشو داره، نمایندگان اقتصادیشو داره، شرکت‌های اقتصادی، ارگان‌های اقتصادی رو دارن، مالی رو دارن که با این پول‌هایی که رد و بدل میشه توی این ارگان، اینها خیلی توی مطبوعات دست دارن. یعنی اینجوری نیستش که فقط سپاه پاسداران یک ارگان نظامی، نه، یا ارگان سرکوبه. از خیلی جهات در ساختن پل، جاده، نمیدونم کارخونه، شرکت نمیدونم اتومبیل سازی در این جهات دست داره. یعنی خودش برای خودش یک نهاد اقتصادی نظامی خیلی بزرگم هست، خیلی هم توانمند، خیلی هم
با توجه به وقتی که داریم خواهش می‌کنم. بریم سر همین مسئله. تبعات اقتصادیش چیه؟ با توجه به اون چیزی که شما گفتید، حضور گسترده‌ای که در اقتصاد داره، از تجارت محصولات پتروشیمی بگیرید تا حتی تجارت دختران، سکس و حتی تجارت مواد مخدر. بله. یا بحثی هم که این تو این اعتراضات بوده، حتی از اعضا و جوارح بدن کسایی که میکشتن، اعدام میکردن یا زیر شکنجه میمردن، از اینا هم استفاده کرده. یعنی قطعا اعضای بدنشون رو فروخته در بازار قاچاق. همه جور درآمدزایی داره این سپاه. تبعات اقتصادیش چیه برای رژیم؟ در شرایط کنونی تأثیری این که در لیست تروریست هست تأثیری نداره روش. این همچنان میتونه به مناسبات اقتصادی و روابط اقتصادی، خرید، فروش، اینا همه رو انجام میده. در خارج از کشور کلی نماینده داره که حالا قیافه سپاه پاسداری رو ندارن، کت و شلوار میپوشن، این ور اون ور راه میرن، ماشینای آخرین مدل، ولی اینها تأثیر اقتصادی روشون نمیذاره. عرض کردم اینها اگر مثلا یه دونه شماره حساب می‌داشتن، بله اونو قطع میکردن، خب بس خراب میشد. اینجوری نیست الان. اینها انقدر از نظر اقتصادی خودشون رو پهن کردن و شبکه بندی کردن که اگر این یه دونه نقطه تعطیل بشه، نقطه دیگه شروع به کار میکنه. و سپاه اصلا در تمام این خرید و فروش های بین المللی نقش داره، اصلا قرارداد میبنده، متخصص داره، میان تماس میگیرن با مثلا شرکت فلان ایتالیا، بعد از اینها هم نمایندگان سپاه هستن. رژیم ایران که یا آقای رئیسی که اصلا کاری نیست. در واقع ایران از نظر نظامی و حتی در پارلمان هم شما نگاه بکنید، ما یک دولت نظامی داریم، ما دولت معمولی نداریم مثل بقیه کشورها. نظامی تمام. قرار گرفتنش تو این لیست تروریسم باعث نمیشه تحریم های اقتصادی بیشتری بر سرش وارد بشه؟ خب همین فشار رو به وارد بشه بر سر سپاه، کلیت سپاه پاسداران، با سپاه با تمام شاخه و زیر شاخه هاش دیگه. خب آخه نداره. شما باید الان توی این آلمان خیلی ساده میخوایم بگیم که سپاه رفت در لیست تروریستا، شرکت تجاری اینترنت که در آلمان نشسته که اینها هم با سپاه رابطه دارن، و این اسمش هست شرکت ایکس، چجوری میخوان تحریمش کنن؟ هیچ کاری نمیتونن باهاش بکنن. عرض کردم از نظر سیاسی تبلیغات سیاسیش خیلی وسیعه، ولی کاری نمیتونن انجام بدن. مثلا وقتی که سازمان مجاهدین رو بردن در لیست تروریستا، اتفاقی مگه براشون افتاد؟ این یه لیسته، کاری نمیکنه خودش. مثلا اگر که ما یک شرکتی در مثلا فرض کن مثل یک نهاد نظامی سیاسی به عنوان نماینده سپاه پاسداران در آلمان می داشتیم مثلا، خب اینو اگه تحریم کردن، بله الان باید درش قفل بکنن بره. ولی ما اصلا یه همچین چیزی نداریم. سپاه پاسداران به عنوان نهاد، به عنوان ارگان هیچ جا هیچی نداره. شرکت هستن، شرکت هایی هستن که به نام این و آن دارن کار میکنن و کار خواهند کرد. هیچ اتفاقی سرشون نمیفته. حالا اون یه خورده توی ایران سپاه پاسداران خود تترق تروق میکنه، من نمیدونم تو خلیج فارس ال میکنم چل میکنم، ممکنم هست یکی دو تا کاری انجام بده، ولی این طرف از این طرف اتفاقی برای سپاه پاسداران که در لیست قرار بگیره. اینا همشون وقتی که از ایران میخوان خارج شن، همشون دو ملیتی هن. اکثرشون نه همشون، افراط نکنم، پاسپورت دارن، راحت میان بیرون با یه اسم دیگه. شما یکیشون رو نمیتونید هم این مرز بگیری که بگید نه یا بیرون مثلا، بعدم شماره حسابش یه کارت دیگه، شماره حساب میره کارتش میزنه. ردیابی نمیشه مگه همینا؟ نه خیر، کجا ردیابی بشه؟ حسابای بانکی که ادعا میکنن حتی نهادهای وزارت خزانداری آمریکا برای این میگه ما این راههایی که سپاه پاسداران ازش پول در میاره رو ردیابی کردیم، شناسایی کردیم، تحریم کردیم. اینجوری که شما میگید عملا چه قرار بگیره چه قرار نگیره تو لیست تروریسم فایده ای نداره. اینها میدونن. ببینید سازمان امنیت آلمان، سازمان امنیت فرانسه، هلند، آمریکا، انگلیس، اینا همه میدونن اینا کیان،
ولی براشون صرف نمیکنه که پولای اینها رو بهشون ندن، قفلش بکنن، چون پول باید گردش کنه توی حساب بانکی. شما حساب بانکی در آلمان داشته باشی یا در فرانسه داشته باشی، مثلا فرض کنید که 50 میلیون یورو توش پول باشه، خب این گردش نکنه بانک اعتراض میکنه، میخواد شما رو، میگه بیا اینجا ببینم چرا پولت نمیگرده، چرا کار نمیکنه. نمیتونن حساب رو ببندن، ولی از کانال های دیگه میتونن بهشون فشار بیارن، فشارهای سیاسی بیارن. فشار سیاسیش چیه؟ که وقتی با جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید، درست در زمانی که در سازمان ملل بحث، همین چند وقت پیش بحث بود که جمهوری اسلامی رو، بذارید من بیارم، این خیلی جالب بود که داشتن توی اونجا با در سازمان ملل در رابطه با مسائل اقتصادی و سیاسی اقتصادی، مسئله انرژی، میخواستن ایران رو تحریم بکنن در سازمان ملل. پشت درهای بسته آلمان داشت با نمایندگان ایران که همین مسئولین سپاه پاسداران بودن در رابطه با فروش گاز معامله میکرد. سرمایه‌داری جهانی نمیذاره به ضررش چیزی اتفاق بیفته، مگر اینکه قدرت مردم در ایران چنان بره بالا که اینا نتونن جلوش وایسن. و اعلام عرض کردم اینا جلوی صحنه که تلویزیون و دوربین و اینا بود تحریمش میخواستن بکنن، پشت در بسته معامله باش داشتن میکردن. خب چه تأثیری داره خانم بوکا؟ بحث اینه خب اگه منابع درآمدیشو قفل نکنی، این یه نیروی سرکوبگر تروریستی جنایتکار میکشه، براش فرقی نمیکنه. خب چجوری کمک میکنه این قضیه؟ اگه قرار گرفتنش اثری نداره، چجوری کمک میتونه بکنه به این جنبشی که در ایران الان انجام میشه، مردم در صحنه هستن؟ برای مثلا شما اسم یه شرکت آوردید، حالا اسمشو ما نمیاریم، ولی این شرکت هایی که مثلا تو آلمان هست زیادن که مخابرات ایران هم که عموما دست سپاه پاسدارانه تو این خیزش سراسری برای تأمین فیلتر شکن و پروکسی بیشترین استفاده رو برده. همینا رو آورده به اسم نمونه خارجی مثلا تو فضای مجازی پخش کرده، همشون هم قابل ردیابی، خیلی از معترضین هم از همین طریق ردیابی کرده. یه گردش مالی عجیب 540 میلیاردی برای خود سپاه پاسداران داشته. خب چجوری میشه اینا رو بست؟ یعنی اینا رو محدود کرد که تا اینا محدود نشن اینا مثل هشپایی میمونن که تا قلم نشه پاهاشون، کمکی نمیکنه به این جنبش سراسری. خب برای اینکه ما نباید نگاهمون به این طرف باشه، موضوع اینه که ما از نظر سیاسی، از نظر تبلیغات سیاسی هست که رفتیم گفتیم نماینده ها مثلا مسئولیت های سرپرستی که نیست، کفالت مثلا زندانیان سیاسی بگه، اینا جنبه سیاسی تبلیغاتی داشت. در پی اون مثلا توی پارلمان های مختلف در اروپا و آمریکا و انگلیس مثلا علیه رژیم 2 تا اطلاعیه هم صادر کرد. بعد از اون مسئله آوردن سپاه در لیست تروریستی. خب اینا همه پیامدهاش فقط جنبه سیاسی داره. یعنی شما اگه نگاه بکنید الان تمام جهان درباره ایران و انقلابش صحبت میکنه، ولی صحبت میکنه. اینها نمیتونن جمهوری اسلامی رو بندازن پایین، ما این که باید بندازیم پایین. این مردم ایرانن که باید متحد بشن بیان بیرون. و الان ما بزرگترین اتحاد رو در بین جنبش کارگری دیدیم. این ادامه پیدا خواهد کرد. از اونجایی که ما ایرانیانی که در خارج از کشور هستیم بتونیم به این جنبش کمک کنیم از هر کانالی که میتونیم. و الا من خودم در یک از این پارلمان ها نشستم، پریشبم جلسه داشتم، جز این که حرف میزنیم کاری نمیتونیم بکنیم. کاری که بعدم مثلا من اصلا دلم نمیخواد که مثلا پارلمان انگلیس تصمیم بگیره جمهوری اسلامی رو برداره. نه، اگر اونها بخوان برش دارن خودشون هم آدمشون رو میارن. ما باید خودمون این رژیم رو بندازیم و خودمون رهبریت این مملکت رو به دست بگیریم. منظور از خودمون تمام این انقلاب سراسری. و الا
امریکا الان شما نگاه کنید یک هیئت 6 نفری شدن الان 7 نفر از خواننده و هنرپیشه و ورزشکار و شخصی هم که خودش رو رضا پهلوی خطاب میکنه، پیغام داد، گفت به من باید وکالت بدید مردم. تا به حال میگم من اصلا کاری به این چیزا ندارم، اون بالا ایستادم، فرای تمام این جریانات هستم. الان رفته تماس میگیره با این با اون، تو این جلسه تو این جلسه مینشینه، گفتگو میکنه. بعد یه جا پیام فرستاد برای مردم که به من وکالت بدید. الان یه لیست درست شده، 60,000 نفر امضا کرده. ما چه میکنیم؟ ما به عنوان نیروی اپوزیسیونی که مردمی هستیم، ما که دلمون برای مردم، اونا که اصلا دلشون به حال مردم نمیسوزه، یک کلمه نمیگه این دموکراسی که ازش صحبت میکنه یعنی چی. میگه دموکراسی یعنی جدای دین از دولت. اینقدر درک و شعورش اینقدر پایینه. حالا این وایساده بقیه مراکزی که باشون ارتباط میگیره و برنامه هم دارن برنامه مینویسند. کی مینویسه ما هم نمیدونیم. خب شاید بعد وعید داده خانم بوکا، مسلمه که داده. یکی در از آینده ادعاهای ایران، خب ایران یکی از بهترین بازارهای تجاری رو داره تو منطقه. بله. حتی این شرکت‌های آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، کانادایی، اینا بعد وعید داده که در فردای آزادی این اگه ازش حمایت بشه به قدرت برسه، این شرکت‌ها منافعشون حفظ میشه و میتونن سرمایه گذاری کنن، سود کلان ببرن. اصلا صحبتش که میکنه، همین آخرین بار که یک مصاحبه انجام داده، میگه ما باید ببینیم از چگونه از این قدرت فعلی به قدرت بعدی منتقل میشیم، تغییر میکنیم. اصلا صحبتش انقلاب نیست، چون اون میدونه انقلاب یعنی چی. اگه خودشم نفهمه اطرافیاش هستن که بهش بگن. ببینید یه جایی هم میگه توی مصاحبهش، میگه من هر جا میرم صحبت میکنم به هم میگن که خب تو کی هستی؟ مردم باید به من وکالت بدن که من با اینها صحبت کنم. اینها کیان؟ نمایندگان سنات نمیدونم مثلا آمریکا هستن یا بقیه اون. ببینید اون کار خودش رو داره انجام میده، ما کارمون چیه؟ من اصلا به اون کار ندارم اون داره چیکار میکنه. افشاش هم میکنیم، همه جا میگیم. سطح اطلاعات سیاسیش واقعا در حد کلاس اولم نیست، ولی خودش کاری نیست، پشتش رو دارن میبندن. میگه برای من دارن برنامه میذارن، من نقش خودم را ایفا میکنم و دیگران دارن برای برنامه مینویسند. یعنی دیگران دارن براش کاراشو انجام میدن. ما چی کار داریم میکنیم؟ ما نیروهای اپوزیسیون مردمی، ما که دلمون به حال این مردمی که نون به اندازه کافی نداره، تو سوز و سرما باید بخوابه با بچه هاش، ما چی کار داریم میکنیم؟ من حرفم اینه. من واقعا برای همین الان کارگرها تو صحنه هستن خانم بوکا. خب چه پیامی در این دقایق آخر، کمتر از 2 دقیقه ما فرصت داریم، چه پیامی میتونید بدید به مردم که الان که کارگرای رسمی هستن، کارگرای پیمانی، بهشون بپیوندید؟ مردم، معلما، بازنشستگان، با توجه به وضعیتی که رژیم داره واقعا از تامین مطالبات مردم عاجزه، یعنی 10 سال دیگه هم باشه نمیتونه. چه پیامی دارید که مردم باید چیکار بکنن الان در کنار کارگرها قرار بگیرن، حمایت بکنن نکنن؟ پشت شما یک تصویری هست نوشته نترسیم، ما همه با هم هستیم. پیام شما همین اتحاده، یعنی نترسیم، با هم باشیم، نترسیم. مردم میترسن، از زندگی روزمره میترسن. نباید بترسیم، فقط باید با هم باشیم. شما نگاه کنید این کارگرای صنعت نفت چجور با هم متحد شدن، بقیه هم میشن. مگه ما گفتیم متحد بشید؟ ما نگفتیم، از بیرون اونها خودشون متحد شدن، بقیه هم میشن. منتها ما وظیفمون در خارج از کشور همینه. عزیزان متحد بشید، کاری از دست ما برمیاد انجام میدیم، هر چی شما بگید ما میکنیم. بسیار سپاسگزارم خانم بوکا. وقت ما به پایان رسید. از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید واقعا سپاسگزارم. تا دیدار دیگر خدمت شما بدرود عرض می‌کنم.
منم خیلی متشکرم از شما وقتی که گذاشتید و سپاسگزاری میکنم. درود میفرستم بهتون و از زحماتتون سپاسگزارم. خواهش میکنم. شب خوش. بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، به پایان یکی دیگه از ویژه برنامه ها رسیدیم. تا دیدار دیگر، شبها و روزهای بسیار خوبی را برایتان آرزومندیم.